اهمیت تحقیق بازار در صادرات. یکی از کلیدهای موفقیت در صادرات میدونی چیه؟ تحقیق دقیق بازار. چطوری؟ اصلا این یعنی چی؟ خب ببین، شما وقتی تصمیم گرفتی یک محصولی رو صادر کنی، در ابتدای امر باید ببینی اصلا در اون کشور تقاضایی برای این محصول وجود داره؟ رقبات کیا هستن؟ آیا از قوانین واردات در اون کشور اطلاعات کافی رو داری؟ خب دونستن اینها خیلی کمک خواهد کرد. یعنی دونستن این اطلاعات از اتلاف وقت، انرژی و هزینه جلوگیری خواهد کرد. حالا اگر شما محصولی رو برای صادرات داری و میخوای بدونی کدوم کشور متقاضی این محصول هستش رو برام کامنت کن تا بهت بگم کدوم کشور به دردت میخوره. حتما این پست رو برای دوست یا عزیزی هم که به صادرات داره فکر میکنه بفرست که شاید برای اون هم مفید باشه. ارادت.